در دوره جدول برگزاری صحبت و واخوری‌های کارمندان دستگاه پروکراتورای شهر دوشنبه در کلکتیوهای مهنتی و مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر دوشنبه اوید به فهمانیدن مضمون و محتوای پیام پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از سنه 16 دکبر سال 2025 مسئولین پروکراتورای شهر دوشنبه این نوبت با رهبریت و کارمندان فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه ملاقات نمودند. ضمن واخوری اوید به تبلیغ و تشویق نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور برآمد کنندگان اظهار داشتند که محض توسط ارائه پیام از جانب سرور دولت هدفگذاری مشخص جهت تحکیم وحدت و یگانگی، تأمین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی و تقویت پایه‌های دولتداری ملی به راه مانده شده مکانیزم‌های مؤثر تطبیق عملی هدف‌های مذکور پیشنهاد کرده می‌شوند و بهر هماهنگی فعالیت نهادهای دولتی در سمت حفظ مانع ملی و تطبیق هدف‌های استراتژی زمینه مساعد فراهم می‌سازند. از جانب کارمندان پروکراتورای شهر دوشنبه با کلکتیوهای مهنتی در کارخانه و مؤسسه و تشکیلات‌های حدود شهر دوشنبه صحبت و واخوری‌ها گذرانیده شده. در این صحبت و واخوری‌ها از دستاوردهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2025 در مقایسه با سالهای گذشته یادآور گردید. عین حال سلسله چاره‌بینی‌های ذکر گردیده از جانب کارمندان پروکراتورای شهر دوشنبه ادامه یافته در یک وقت در کارخانه و مؤسسه‌ها با مقصد اجرایش واقعی دستور و سپارش‌های رهبریت عالی کشور تحلیل و جنببستی‌ها ادامه دارند. در ادامه اوید به اهمیت پیام پرزیدنت کشور همچون دستور مهمی راهنما سخنرانی کرده شد. قید گردید که پیام همچون سند مهمی کنسپتوالی با نظر داشته تحلیل‌های عمیق و گوناگون جنبه وضع سیاسی منطقه و جهانی معاصر، سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست داخلی و خارجی مملکت را معین نموده تمام ساختارهای دولتی را به طور مشخص مسئول و وظیفه‌دار می‌سازد. در انجام از حاضرین دعوت به عمل آورده شد تا بهر نگهداری اصالت و حفظ مانع ملی، امنیت دولتی، تحکیم پایه‌های دولتداری ملی یکدلانه تلاش نموده با احساس بلند مسئولیت و قرض شهروندی و فرزندی نزد وطن در تفکر نسل‌های امروزه و فرداییان زیرکی سیاسی، پاسداری ارزش‌های ملی راه ندادن به بیگانه پرستی و مبارزه با عنصرهای فرهنگی غیر را تلقین نمایند.